یعنی شکایت از شکایت فرق میکند. مشکلی ما در این است که در ما یعنی زنهای هستند، بانوانی هستند که تمام روز کار شوهر را به نظر نمیگیرند. شوهر که علل خصوص میدونید که اکثریت مردهای ما، برادران تاجیکی، در چی کار مشغولند؟ یعنی کارهای راحتی نمیکنن اکثریت، یا سنگکاری میکنن یا کارهایی که خیلی مشقت بار است مردی کاری میکنن، یا حتی گفته کاری آسان باشد هم. به هر حال هر کاری که کار است اون دیگر مشقت ذهنی میخواد، مشقت جسمی میخواد. زنهایی هستند که هنوز پای شوهر به خانه داخل نشده از شکایت شروع میکنند. امروز فرزندت این گونه بود، مادرت این گونه بود، خواهرت این گونه بود. اصلا از اولین قدمی شوهر شروع می شود شکایت کردن تا سحر، که بعضی مردها میگویند من به خانه از رفتن میترسم، علل خصوص اگر یک مشکلی بین خانواده‌ام شده باشد که بسیاری وقت خود را، بیشتری وقت خود را در بیرون میگذرانند، برای آن که صحبت آنها با همسرشان به جز شکایت همسر دیگر نیست. آن زن به جز شکایت در یگان مسئله صحبت کردن نمیتواند. یا این رو میگیم از جهت تنگ فکریش باشد، از جمله بیسوادیش باشد، یا اینکه همینگونه بزرگ شده است در خانواده شاکیان یا شکایتچیان که به جز شکایت از زبان او چیزی شنیده نمی شود. انا این عزیزان مصیبت است. مصیبت است وقت شوهر انتظار آن است که الان باز چی شکایت میکرده باشد. الان امروزه شکایت زنی من از چی باشد؟ از کمپولیم، از پیریم، از پدرم، از مادرم، از خواهرم، از فرزندم، از خودم. امروز از چی باشد گویان داخل خانه می شود. این دیگر یک جهنم در خانه هست. یعنی لتسکنوا الیها نیو آن خانه، یعنی تا که با همدیگر آرامش پیدا کنه، نیو تا که سر همدیگر رو به زودی خورد. آن خانه همین گونه می شود. برای همین این گونه زنها، یعنی خواهرانی که هنوز شوهر نآمده، یا اینکه همیشه در سر امروز این رو میگویم، آن رو میگویم، در تلفن چه حادثه شد این رو میگویم، 20 سال پیشتر مشکلی رو باز به یادش میآورم میگویم. باید فکر کنیم اگر عکسش باشه چه؟ یعنی اگر شوهر همین گونه همیشه به ما شکایت کنه.